ما تا چند سال دیگه تو رمضان واقعی قرار میگیریم. رمضان به معنای کلمه رمضان. معانی رمضان تو زمستان و سرما تحقق پیدا نمیکنه. معنی لغوی و اصطلاحی همیشه مرتبط به همن. معانی اصطلاحی شرعی همیشه ارتباط قوی با معنی لغوی دارد. همه اصطلاحات شرعی بر لغت، همون معنی لغتش میبینیم که با اون اصطلاح شرعیش و اون تعریف شرعیش هماهنگی کامل دارن، وگرنه جواب نمیده. اگر مسلمان ها رمضان رو تو هوای خنک عادت بکنن، باید معنی لغوی رو از رمضان حذفش بکنیم. در لغتنامه ها آمده که رمضان از رمضا گرفته شده و رمضا شدت سوزش یا تابش اشعه خورشید بر ریگ‌های بیابان که فسیل شتر، فسیل یعنی بچه شتر که پاش نازکه، کف پاش نازکه، اگر بذاره رو ریگ بیابان بسوزد. چون ماه رمضان یعنی شیمی درمانی شدن. یعنی آقای دکتر نشسته اینجا، دکتر نازمی، خدا حفظشون بکنه، یکی از افتخارات ما هستن. امروزه در اروپا روزه تجویز میکنن برای بیماری‌های صعب، بیماری‌های صعب العلاج، که ریشه اون بیماری رو بسوزونن. و امروزه از برق استفاده میکنن برای سوزوندن ریشه سرطان. شیمی درمانی چیه؟ پس رمضان شدت تابش خورشید در اوجش که بچه شتر که پاش هنوز کف پاش زخیم و کلوف نشده نتونه طاقت بکنه همراه مادرش یا پدرش روی ریگ‌های بیابان. و واقعا روزه شیمی درمانی است. سومو تصحو، اگر دنبال تندرستی است روزه بگیرید. ریشه های قوی و ثابت معصیت و نیت های پلید و بد و تفکرات و اندیشه های نادرست که چون زالو در ما فرو رفته و وجود ما را اسیر خودش کرده، در رمضان می سوزاند. خاصیت رمضان سوختی می شود. وقتی سوخته شد سنگینی از بین می رود، سبک میشید، آماده پرواز و عروج. احساس میکنی که زمینی نیستید، آسمانی هستید. و همین رمضان و همین قرآن دوتایی به تو قدرت میدن که به سوی پروردگار و کمالات عروج کنید. و سبحان الله، رمضان و قرآن از خداوند التماس میکنن و خواهش میکنن که ای رب، من خوردنی و آشامیدنی را در روز رمضان از او گرفتم، تابع من شد، خدایا مرا در او شفاعت بده. و قرآن میاد میگه بارالله، من خواب شیرین شب رو ازش گرفتم، گفتم قیام کن در نماز، مرا تلاوت کن. خوابشو کنار گذاشت، مرا تلاوت کرد که کلام تو باشم، مرا در اون شفاعت بده. روزه یک عبادتی است که سرش نزد خداست. خیلی از جوانبش گفته شده، خیلی از فلسفه هاش گفته شده، در قرآن هم گفته شده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از فلسفه های روزه تقواست، رسیدن به تقواست.
ولی باز هم خداوند میگه صوم سریست بین من و عبدم، روزه سریست بین من و عبدم. سبحان الله، چه سریه! الله هم بین خودش و بندگانش اسرار دارد.